بیشتر ایرانیان، حتی شمایی که داری این ویدیو رو نگاه میکنی، هممون داریم از لوازم‌های برقی و خونگی کشورهای مثل چین، کره و اروپا استفاده میکنیم و تو خونه‌هامون هستش، مثل کولر و موبایل و تلویزیون و غیره. در صورتی که اگه در ایران نخبه‌های کشورمون میبودن، هیچ لوازم برقی صادر نمیشد تو ایران، یا اگه همچین کارخونه‌های مثل ارج هنوز پابرجا بودن. زمانی که کارخانه ارج در ایران تأسیس شد، یه سال بعد یعنی در سال 1938 شرکت سامسونگ هم در کره جنوبی شروع به فعالیت کرد. ارج اون زمان لوازم خانگی تولید میکرد، ولی شرکت سامسونگ میوه و تره‌بار سبزی میفروخت و فقط شرکتی که الان از سامسونگ میبینید در آن زمان به عنوان فروشگاه مواد غذایی شناخته میشد. بعد سالها سامسونگ یاد گرفت لوازم خانگی تولید کنه و وارد عرصه الکترونیک بشه، ولی در این طرف آسیا کارخانه ارج در سال 1350 فعالیتشو خیلی بیشتر گسترش داد و تولیداتشو به خارج اروپا صادر میکرد. هر نوع لوازم خانگی و الکترونیکی که فکرشو بکنید کارخانه ارج تولید و صادر میکرد، تا جایی که اولین تولید لوازم خانگی خاورمیانه شد. فروش کارخانه ارج از 183 میلیون تومان در سال 1351 به 368 میلیون تومان در سال 1353 رسید، اما با انقلاب اسلامی 57 کارخانه ارج مصادره شد و در سال 1376 با یک اختلاس 20 میلیارد تومانی در سراشیبی سقوط رفت. ارج حالا به دست کسانی افتاده بود که حتی میوه هم بلد نبودن بفروشن، ولی به بعد آن سامسونگ کارخانه خود را توسعه داد و جهانی شد. ارج اونجا دیگه به پایان رسید. سرانجام در سال 1395 ارج ورشکسته شد و تعطیل شد. کارخانه ارج قدیمی ترین و غول لوازم خانگی آسیا بود که میتونست الان رقیب برندهایی مثل بوش، LG و سامسونگ و دیو و غیره بشه، ولی با مصادره شدن و سقوط کردن و ماشین آلاتش هم به قیمت‌های آهن‌قراضه و ضایعات در حال فروش است. این هم از قصه تلخ و پایان یکی از بزرگترین کارخانه‌های آسیا ایران. به نظرتون اگه الان ارج می بود سامسونگ و LG کجا بودن؟ اگه ایده‌ای برای ویدیوهای بعدی دارید حتما تو کامنت ها بگید دوستان. و تا دیدار بعدی باز هم مثل همیشه خیلی ممنون که هستی. Like and subscribe. Bye bye.